سلام رفقا، من ادریسم و با یه قسمت دیگه از ساعت 21 اومدم پیشتون. بچه تو این قسمت نمیخوایم راجع به پرونده حل نشده ای صحبت کنیم، نمیخوایم راجع به قاتلی صحبت کنیم که زرت و زرت آدم میکشته، نمیخوایم راجع به قاتلی صحبت کنیم که آدم میخورده. میخوایم راجع به یه چیز متفاوت نسبت به پستای قبلیمون صحبت کنیم. میخوایم راجع به یه بازی صحبت بکنیم که به شدت ترسناکه و توی رده‌های اول ترسناک ترین بازی‌های جهانه. اسمش هست درای بونز، به معنی استخوان خوش، که اصلا اسمش هیچ ربطی به خود بازی نداره، بیشتر شبیه قایم موشک خودمونه. پس آخر این ویدیو همراه من باشین تا ببینین چه سمیه میخوام بهتون بگم. در ضمن خودم بهش اعتقاد ندارم، اما زمانی که اسمشو توی گوگل سرچ میکنی و کلا یه ذره راجبش تحقیق میکنی میبینی که واو، ممکنه واقعی باشه. پس آخر این قسمت همراه من باش. قایم موشک بازیه که هممون، حتی شمایی که داری این ویدیو رو میبینی، حداقل برای یک بارم که شده این بازی رو انجام دادی. من خودم فن عجیب غریب بازی قایم موشک بودم. یعنی وقتی بچه بودم چند تا بچه هم سن و سال خودم هم اونجا بودم، بهشون گیر میدادم که بیاین قایم موشک بازی کنیم. کلیات بازی تو هر جمعی یه جور بود، اما جزئیات تفاوت داشت. مثلا توی یه جمع میگفتن که باید تا فلان قد بشماری، توی جمع میگفتن باید بلند بشماری، توی جمع میگفتن که حتما باید بلند سک سک بگی، و خلاصه هر کدوم یه جور بازی میکردن. این بازی استخوان خوش یا همون درای بونز هم دقیقاً همون جوریه. یعنی کلیاتش یکی، اما جزئیاتش ممکنه یه ذره تفاوت داشته باشه. توی این قسمت میخوایم تک تک این جزئیات رو بهتون بگیم و اگه دوست داشتین بازی بکنین. شما وقتی با دوستاتون قایم موشک بازی میکردین، خب چند نفر بودین و چند تا آدمیزاد با هم دیگه بازی میکردن. اما تفاوت درای بونز با قایم موشک معمولی اینه که شما با دوستاتون این بازی ها انجام نمیدین و هم بازیاتون ممکنه جن، روح، اهریمن و هر چیزی باشه که دور از درک ماست. بعضیا ممکنه با خودشون بگن که خب این بازی به این خطرناکی، چرا باید همچین بازی ها انجام بدیم؟ خب دقیقاً مثلا همینجاست. یک پیشنهاد وسوسه انگیز تو این بازی هست که هر آدمی ممکنه وسوسه بکنه. اونم اینه که اگه بتونی تو این بازی برنده بشی، یه دونه از آرزوهات برآورده میشه. البته بذارین اینم بگم که اگه ببازی ممکنه روحتو ببازی و جسمت هم مورد آزار و اذیت قرار بگیره. با اون که اصلا خودم اعتقاد ندارم بهش، اصلا بهتون پیشنهاد نمی کنم که این بازی انجام بدین. برای انجامش باید تنها باشی، یعنی تنها یک بازیکن آدمیزاد، و اینکه باید توی توالت یا حمام انجام بشه، جایی که آینه داشته باشه. بعضیا ممکنه بگن خب ما آینه توی توالت و حماممون نداریم، چی کار بکنیم؟ بچه از این آینه دستی هم با خودتون ببرین آویزون بکنین، اوکیه. اما یه چیز دیگه که مورد نیازه شمع یا کبریت. بچه دقت کنین، شمع و کبریت، فندک با خودتون نبرین. و در نهایت ساعت. اون ساعت باید خیلی دقیق باشه. اگه ساعت نبود، یه وسیله که زمان دقیق بسنجه و خراب یا کهنه نباشه. خب رفقا، بازی تازه شروع میشه. توی خونه‌ای که میخواین بازی کنین، اولا باید از حیوان و بقیه افراد خالی بشه و مطمئن باشین که تا صبح هیچ کس نمیاد. در ضمن همه کمدها، کابینت‌ها، پنجره‌ها و تمام چراغا رو باید خاموش کنین و ببندین. زمانی که تک تک این کارا رو انجام دادی و مطمئن شدی، میری توی حمام یا توالت و منتظر میمونی تا ساعت 12 شب بشه. رأس ساعت 12:01 بچه توجه کنین، نه یه ثانیه زودتر و نه یه ثانیه دیرتر. رأس ساعت 12:01 خودتون رو جلوی آینه
نگاه کنین. اگه اون لحظه چیز غیرعادی دیدین یا شنیدین، حتما اون خونه رو ترک کنین و تا صبحش بر نگردین. اگه چیز غیر عادی ندیدی، وقتشه که شمع یا کبریت تو روشن بکنی و بشماری. باید جوری بشماری که سعی کنی کبریت تو ناخواسته فوت نکنی و دقت کن. اگه کبریت یا شمعت زیر 15 ثانیه خاموش شد، همونجا باید دوباره همه چی رو ول کنی و از خونه خارج بشی و تا صبح بر نگردی. تو بعضی از منبع‌ها نوشته بود که در حین روشن کردن شمع و کبریت حتما باید به اون آرزویی فکر کنین که دوست دارین برآورده بشه. خلاصه اگه شمع یا کبریتتون خاموش نشد و بیشتر از 15 ثانیه روشن بود، خیلی آروم و بی سر و صدا روی زمین دراز بکشین و عین این جمله رو تکرار کنین. من از حضورت آگاه هستم. من از شما در خانه‌ام استقبال می کنم. الان بیا. وقتی این جمله رو گفتی، از روی زمین بلند میشی و از توالت یا حمام میای بیرون و حتما باید حواست باشه که در و پشت سرت ببندی. بعد به بزرگترین اتاق خونه میری و منتظر میمونی تا مهمونات بیان که ممکنه این بین 10 تا 3 ساعت طول بکشه که بستگی به شانست داره. حالا از کجا بفهمی که مهمونات اومدن؟ این ویدیو رو ببینین تا متوجه بشین. Clairvoyant. وقتی مهمونات اومدن، باید بی صدا و پنهونی قایم بشی و این بازی تا ساعت 3 صبح ادامه داره. یعنی اگه مهمونات بعد از 3 ساعت اومدن، شما تنها باید چند دقیقه خودتون رو پنهان کنین، اما اونایی که بعد از 10 دقیقه اومدن باید چند ساعتی خودشون رو پنهان کنن و این ترسناکه. نباید بذاری تا اون موقع پیدات کنن یا لمست کنن. به هیچ وجه اجازه نده. اگه اونا پیدات کنن اصلا روزگار خوشی نخواهی داشت، ولی اگه برنده بشی یه پاداش داری، اونم اینه که یکی از آرزوهات برآورده میشه. بعد از بازی هم باید از خونه بری بیرون و تا صبحش بر نگردی تا مهمونات برن. خب این قسمت از ساعت 21 تموم شد. با لایک و کامنت و سابسکرایب ما رو حمایت بکنین تا بتونیم ویدیوهای بهتری برای شما بسازیم و ویدیوهای بیشتری در واقع. تا قسمت بعدی از ساعت 21 فعلا.